امیدوارم چیزی که حقشه سرش بیاد. خود جک دورتی باعث میشه اصلا خورد بشه و این وضع افتضاح پارتنرش منو واقعا غافلگیر نمیکنه. همونطور که قبلا توی ویدیو جک دورتی یوتیوبر مزخرفی که برای محتوا هر کاری میکنه بهتون گفتیم که پارتنرش داره از دست جک عذاب میکشه. توی این ویدیو میخوایم بگیم کارهایی که پارتنرش داره میکنه دست کم از کارهایی که خود جک میکنه نداره. جایی که قصه شروع میشه جایی که جک دورتی امپراتوری اونلی فنز خودشو میزنه و دخترهای مختلفی رو تحت حمایت خودش وارد برنامه اونلی فنز میکنه. جک ویدیوهای پشت صحنه و چیزایی که نمیتونه توی یوتیوب منتشر کنه تا پولشو بگیره رو توی اونلی فنز میذاره و همچنین دخترهای مختلفی هم زیر نظرش توی اکانت‌های مختلف فعالیت میکنه. اما همه اونا صرفا برای جک کار میکنن که این مکنلی رو از اونا جدا میکنه. مکنلی ریچاردسون دختری بود که چند ماه پیش وارد تیم اونلی فنز جک شد و جک صرفا ازش برای اونلی فنز استفاده نکرد. جک از مکنلی خوشش اومد و شروع کرد به دیت رفتن با اون که بعد از چند وقت پارتنر هم دیگه شد. رابطه جک و مکنلی رابطه‌ای که شاید بشه گفت صرفاً بر اساس پول و گرفتن ویو ساخته شده و هیچ چیز صادقانه‌ای وجود نداره و همینطور اگه شما فقط به یک طرف قضیه و جک نگاه کنید ممکنه بگید که این دختر داره زیر دست جک عذاب میکشه، اما قضیه اصلا اینطور نیست و محتوایی که میسازه کاملا برعکس اینه. مکنلی 9 ماه پیش کانال یوتیوب خودش رو ساخت و سعی کرد ولاگ‌های مختلف مثل پارتنر خودش یعنی جک بگیره، اما کار جایی بد میشه که یه نگاه به ویدیوهای شورتی که میسازه بندازه. اون توی ویدیوهاش هر چقدر که بتونه اکانت اونلی فنز خودش رو تبلیغ میکنه، اونم جایی که مخاطباش پر از کودکای 12 و 13 ساله است. مثلا توی این ویدیو به یه پسر بچه که میخوره نهایتا 14 سالش باشه پیشنهاد گذروندن وقت با یه مدل رو میده که اگه پرتابی که میکنه گل بشه. یا توی یه ویدیوی دیگه تصمیم میگیره توی شیرینی فروشی کار کنه و ثابت کنه کار کردن خیلی راحت تر از کار برای اکانت اونلی فنزشه. زیر این پستش یکی نوشت جامعه به فنا رفته. ولی واقعا جدای از هر چیزی اینکه تو به عنوان یه الگو به طرفدارات بگی کار کردن مهم نیست چیز واقعا بدیه. توی یه ویدیو شورت دیگه به همون پسر بچه که گفتم پیشنهاد میده که دوست داره یه ماشین سوپر کلاس داشته باشه به یه دختر مدل. این محتوا دقیقاً چیزیه که نباید ساخته بشه و اگر هم ساخته میشه نباید با یه پسر 14-13 ساله ساخته بشه. فرض کنید یوتیوبر مرد همچین چیزی رو با یه دختر بچه میساخت. بکنید اون موقع جامعه چه واکنشی نشون میداد به پدوفیل. اینا کامنتاییه که همون بچه‌ها زیر پستای مکنلی میذارن و مکنلی نه تنها یه محتوای مفید براشون درست نمیکنه بلکه لینک اکانت اونلی فنزش رو پین میکنه تا یه مش بچه زیر سن قانونی روش کلیک کنه و سابش کنه. مکنلی حتی لباسایی که میپوشه هم روشون برچسب اکانت اونلی فنز خورده. دیگه نیازی به گفتن این که چه لباسایی میپوشه و توی اینستاگرامش که رسما دیگه اکانت اونلی فنزش رو تبلیغ میکنه نیست. این وضعیت واقعا برای بچهای جامعه سمه و اگه هر چه زودتر به این افراد رسیدگی نشه واقعا با یه نسل افتضاح و شکست‌خوار در آینده مواجه. Today, when I was walking in Miami Beach, I noticed a weirdo looking at my app. So I put my phone in my back pocket to count how many creeps there really are. I can't believe how many people have looked so far. Next, I walked another quarter mile, and the amount of people that looked is just creepy. But then this happened. I can't believe this. Follow.